тишина. هر کسی راستای بشینه سلوشیتی هر کسی میخره نیکوشیتی این نچینه و نی بلشوی رسکست همین ملتقتی در صحنه من میخوندم مردم همه ذوق میبردن حتی همین فاتح نیازی که همین صاحب همین اثر بود روی صحنه برآمده چند بار مرا تبریک کرده است حتی براگینسکی که یگانه آدمی که از عالم ها همین گرگولی تاجیکستان یافتگی و همین شرق شناس همون در چوربگی همین ورزاب یک رفیق ما برای حمایه میرفت آمده همون علاخان افزلزاده شادروان مرا گرفته بردم اونجا نزد همون براگینسکی با همین من خواندم وای حیران شد گفت که گرگولی روسا گرگولی ندارن خیلی گفتم برای یه نقشم همین را کردم بعد ماشینم خودی آوردم سر قبر ترسنوده رفتیم بعد گفت که همین کارت من معقول شد براگینسکی تاجیکی بسیار حرف خشو میزد پیر شده بود بعد همین گرگولی را من روسی کردنم اما براگینسکی گرگولی را پوره با زبان روسی کتاب کرد برو دیگه همونجا سهمی کم تریم هم هست یا قصه میکنم ای دوستان نه ای گرگولی و آواز خود شاید ای هموطنای بپرسن چی لازمه ای داستان شیر علی نور علی بخشانه ای میخوانم ای دردای خودمان میخوانم ای دردای خودمان ای